سلام بیننده عزیز، ما حالا در مهمانی مبارک رستمزاده یک دختری خیلی زیبا از کلاب قرار داریم. مبارک یکی از دختران خیلی فعال کلاب است و در سازمان جمعیتی جوانان عصر 21 کار میکند و بیشتر در مسائل کار با جوانان و حفظ حقوق دختران و جلب آنها به تحصیل فعالیت میبرد. خب مبارک، خودت که بیشتر در سمت زنا و حقوق دختران کار میبری، فکر میکنی حالا در کدام وضع است، در چه حال دارند دختران ما و تا کجا به تحصیل دسترسی دارند و حقوقهایشان نمایی میشود؟ مثلا میگیریم خودی در تاجیکستان ما در شهر دوشنبه در پایتخت ما وضع تحصیل دختران نسبت به شهر خیلی هم خوبتر است، نظر است از فعالیت میکنند دختران. ولی در دهات باشند آنها بسیاری از آنها دسترسی ندارند. در دهات خودی که من در آنجا بودم بسیار دخترانی هستند که آنها پیش صف هستند، فعال هستند، هوس دارند، خواهش دارند، ولی متاسفانه امکانیت نیست که آنها آمده در شهر تحصیل خود را دوام دهند. که در اینجا یک چند مشکلی است که صدر راه آنها میشد. یکی از مشکلی ها این که بعضی پدر و مادران تا حال مفکوره پس دارند که به دختران خود اجازه نمیدهند که تحصیل خود را دوام دهند. و دیگر این که از جهت اقتصادیاتشان پس بودند. خودم با چنین دخترانی واخوردم که نهایت آنها دختران دانشمند هستند، میخوان تحصیل کنند، ولی متاسفانه اقتصادیاتشان که پس است این صدر راه آنها را میگیرد که تحصیل خود را دوام ندهند. مبارک، برای خودت چنین یک مشکل پیش نآمده بود وقتی مکتب میانه را ختم کردی؟ والدت چه مناسبت داشتند؟ من در شهر کلاب که زندگی میکردم، من ختم کننده مکتبی میانه رقم 5 شهر کلاب هستم. در آنجا کادرهای با قوت بسیار بودند و من مکتب را با نامه کمال سرخ تمام کردم و بعد از آن با دانش خودم به دانشگاه دولتی شهر کلاب داخل شدم و من یگان مانع دچار نشدم، چون که من دانش خوب داشتم و به یگان مامانیت توانستم که با سواد خود به دانشگاه دولتی شهر کلاب در فاکولته فیلولوژی خارجی تحصیل خود را دوام دهم. خب حالا که مثلا علاقه مشکل رو میدونی، وضع رو میدونی، مبارک فکر میکنی با چی راه میشود این رو حل کرد؟ یعنی با چه کارهای موثرتری را میتوان روی دست گرفت و کی باید این کارا کنه؟ بیشتر کار ما مشورت گذراندن، سمینار مشورت گذراندن در بین دختران است که از حقوق خود باخبر شوند آنها. ولی در بعضی حالت ها نیز میشوند که ما صبر کردن نمیتوانیم، طاقت کردن نمیتوانیم و دخالت میکنیم به کار آنها. مثلا از همین تجربه کاری خودمان یک چرا مثال میارم که یک دخترک با نام حلیمه بودند که در شهر همدانی، ناحیه همدانی، در ناحیه همدانی زندگی میکردم. آنها بعد از ختم مکتبشان با بهای اعلی آنها مکتب را ختم نمودند، ولی پدرشان و برادرشان اجازه نمیدادند با اون کس که تحصیل خود را آمده در شهر دوام دهد. و بعد از این طول 1 سال بود که وای تحصیل خود را دوام نمیداد و وقتی که من دیدم این را، من صبر کردن نتوانستم، گرچندی که کاری ما دخالت کردن به حیات آنها نیست. من خصوصا خودم با همین دختر هم صحبت شدم، گفتم که شما میخواهید که تحصیل خود را دوام دهید و بسیار یک هوس داشت، آرزو داشت که اون کس هم مکتب را به بهای اعلی ختم نمودن، آرزو داشت که دانشگاه را نیز با دیپلم سرخ تمام کنند. از این رو بعد از وقتی که من هم صحبت شدم با این دخترک، بعدا با پدر مادر اون کس رفته در علاقیدگی صحبت کردم با اون کس و فهمیدم که برای چی شما اجازه نمیدید دختر خود را تحصیل کند. پدرش گشته در جواب چی گفتن؟ دختر چی خونده نشتی؟ پگاه یا امروز من اون کس اویله دار کرده میروم. بعدا با اکای این کس من هم صحبت شدم با برادرشان، فهمیدم که همین دختر اینقدر آرزو دارد، هوس دارد، بیا یک جای همین دختر رو دستگیری کنیم که رفته خواند، اینقدر دانش خوب دارد، بگذار که بعد از دانشگاه تمام کردن و یک کس با اویله دار کنند. حاضر پسران نیست دخترانی دانشمند معلومات دار میکنند، نه اینکه یک دختری بی معلومات را. بعدا برادرشان راضی شدند، با پدرشان برادرشان صحبت کردند. بعدا این دختر رو بعد از 1 سالی که وای بیکار بود، بعد از آن حجتهایشان رو تیار کردند و به دانشگاه داخل کردند. حاضر این کس باشند در کورس دوم تحصیل میکنند و با بهای اعلی تحصیلات خود را دوام داده ایستادند و امید دارم که حتی باوری دارم که این دخترک با دیپلم سرخ دانشگاه را تمام میکند. تشکر مبارک. در این گزارشی که سازمان ملل از جمله درباره خودت هم نشر کرده است، اونجا یک پیشنهاد خوبی خودت هم بود که
گفتی از سببی که معارف تحصیلات به صفت است در تاجیکستان باید اصلاحات وارد شود. خودت یعنی چی پیشنهاد داری مبارک؟ با چی روحی می شود بهتر کرد صفت تعلیم در تاجیکستان و امروز مشکل اصلی معارف ما چی است؟ مشکل اساسی در سیستم معارف ما این رشوه ستانی می باشد که الکی این یک عنعنه شده است برای دانشجویان ما که آنها پول داده بهای خود را میخرند و تحصیل نمیکنند، دانش نمیگیرند از معلمان. خوب میشد که همین معاش معلمان رو بلند که بردارند، معلمان نیز محتاج به پولی همین دانشجویان نمیشوند. من فکر میکنم فقط دانشجویان ما رو لکسیا درس میدن نظریه هست، عملیه نیست. وقتی که در عملیه ما نظریه رو اجرا نکنیم ما هیچ چیز شده نمیتوانیم. از این رو خوب میشد که رفته در 4 سال آنها الکی یک کادر با قوت تیار میشد که وقتی که دانشگاه رو تمام کرد صاحب دیپلم که شد همون کارخانه خودش طلب میکرد همین دانشجو رو که الکی و یک کادر تیار است من خودم با کار میگیرم. ببینید که در اینجا هم یک پرابلم دیگر از بین برده میشد، پرابلم بیکاری جوان دختران جوان پسران هستند. خب تشکر مبارک. از دانش گرفته خودت دوام همین 4 سال در دانشگاه تا کجا راضی هستی؟ تا کجا قانع هستی؟ میتوانی الکی همچون یک متخصص جای بابا ولی با کار شروع کنی؟ چون از عملیه از تجربه بیشتر گپ زدی. البته در دانشگاهی که من تحصیل میکردم اگر من فاکولته فیلولوژی خارجی که بود از بس که زباندونی بود، زبان انگلیسی بود، اگر که هر یک دانشجو خودش از بالای خود کار برد البته که متخصص شدن میتواند، ولی اگر که رو به دانشگاه آورد رو به همون معلمان آورد و تحصیل کند در آنجا من فکر میکنم متخصصی خوب و کادر با قوت تیار نیست، چون که کادر نیست، کادر با قوت نیستند. مثلا من دوام تحصیل خود رو در شهر قزاقستان در دانشگاه دولتی قزاقستان به نام مختار اویزف دوام دادم. من قیاس میکنم در آنجا معلمانی بودند که از خارج از کشور آوردگی بودند، در آنجا با ما درس میگفتند، حتی همین خیلی درسام با ما شوق بود که حتی زنگ میشد من زنگ نمیبرم، تنفس کردن میخواستم که همون معلم از معلم یک چیز دیگر یاد گیرم. البته که در تاجیکستان ما نیست کادرهای با قوت هستند، در دانشگاه ما هم هستند کادرهای با قوت ولی آنها کمتر هستند. بگذار که آنها بیشتر شوند که هر یک فاکولته دارای چون یک کادر با قوت باشد که دانشجویان توانند یک چیزی نو رو به خود کسب کرده از آنها گیرند. تشکر مبارک. و در آخر میخواستیم از نقشه های خودت پرسان شویم که ختم کردی دانشگاه و حالا چی نقشه داری؟ کجا میخوایی کار کنی؟ عین حال که من دانشگاه دولتی شهر کلاب رو با دیپلمی سرخ تمام کردم. مبارک باشد. رحمت. انشالله بدونستی. من کوشش کرده ایستادم که تحصیل خود را نیز در بخش ماجستراتورا دوام دیم. میخواهم صاحب عنوان ها شوم، چون که حاضر عین حال با کار آنقدر احتیاج ندارم. بعد از ختم بخش ماجستراتورا کاری موافقه که پیدا شد حتما که کار میکنیم و برای وطن و ملت خود خدمت میکنیم. تشکر زیاد برایتان، موفقیت میخوایم.